کمیته امنیت ملی توجیکستان به نویه شمزین شوهین گروه الفا را فرستاد. مقامات توجیک از افغانستان طلب کردند که عاملان زد و خورد را بازداشت و مجازات کنند. تخریب خطای بازار دوشنبه تاجران جبردیدران ناراحت کرده است. غیر قانونی هم میگن، غیر قانونی باید این قسال چی بنا برداشتن شد. پختچینی تمام شد و لولیان ازبک به کوچه های جلال آباد برآمدند. پلیس قرقیزستان مبارزه را با طلبنده ها شروع کرده است. موسم چینشی پخته در ازبکستان تمام شد. در وقت‌های خالی طلبندگی میکنیم. ضرر ما به هیچ کس نمیرسد. کمیته دولتی امنیت ملی توجیکستان برای راه اندازی یک عملیات ویژه به نویه شمزین شوهین نیرو فرستاده است. این عملیات در پس منظر کشته شدن خیردین احتمف سردار قسم مرزبانی نویه و زخمی گردن 4 سرباز و افسر آغاز شده است. یک منبع معتمد از اداره مرزبانی توجیکستان روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت احتمالاً برخی از اعضای گروه قاچاقبر که شب 2 دکبر با مرزبانان زد و خورد کردند هنوز در خاک کشور باشند. زد و خورد با 12 قاچاقبر افغان تقریبا در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موضع نوآبادی نویه شمزین شوهین رخ داد. وزارت امور خارجه تاجیکستان 3 دکبر با ارسال یادداشت رسمی از مقامات افغانستان طلب نمود که حادثه را جداً تحقیق و عاملان را بازداشت کنند. در دوشنبه فروشگاه معروف به خطای بازار را از بین میبرند. در این باره مقامات شهرداری دستور داده است و تاجران آن باید تا روز یکشنبه یعنی دیروز مال خود را از قلمرو بازار بیرون می آوردند. بیشتر سوداگران را این اقدام ناراحت و نگران کرده است، زیرا میگویند از بانک ها برای تجارتشان قرض گرفته و برای راه اندازی سودا در مکان نو وقت لازم دارند. همکاران ما تلاش کردند سبب های تخریب بازار و سرنوشت بعدی تاجران آن را معلوم کنند. از امروز فعالیت شنخای بازار معروف به خطای بازار در شهر دوشنبه منع شده. تخریب فروشگاه ها و دکان های گرد و اطراف آن شروع شده است. قرار است فروشندگان آن به بازار کاروان کوچانیده شوند. یگان مسئول بازار برای شرح این موضوع حاضر نشد، اما سوداگران این بازار که برای جمع‌آوری مالهای خود آمده بودند سبب بستن آن را مطابق نبودن به معیارهای زمانوی و غیر قانونی فعالیت کردن این بازار ربط دادند. بازار غیر زمانوی، بازار غیر قانونی هم میگن، غیر قانونی باید این قسال چی بنا برداشتن شد. اگه آمدن یک بازار پرابلم بهانه کرده اینجا شم کلید کرده. ما چیکار میکنیم؟ ما نمیدونیم چیکار کنیم. قطع شدن بازار در حالی است که حدود 500 نفر سوداگر این بازار به جای کار ماندند. همزمان این سوداگران نمیتوانند زندگی خود را که یگانه منبع درآمدشان اینجا بود پیش برند. روزی اون روی همین بازارچمون بود. نه بازار اون تیتفور کرد، یه جای نداریم برای سودا کنیم. اینجا وعده موندن، یه جا اونو میکنن سرسون سرگردون گشتیستی. حکمت شهر آمدن ایست کردن، اوست کردن، فاند فریب کردن. این جا وعده موندن، همه خلق سرسون سرگردون روزی. شنخای بازار در 7 سال قبل فعال شده. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است که در جای این بازار چی بنیاد خواهد شد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روز یکشنبه پرزیدنت ایران در مراسم گشودن بندر چابهار اشتراک کرد. بندر مذکور ایران همراه با هندوستان بازسازی کرده است. این کشورها در سبقت برای ترانزیت مال و کالا با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان با بندرهای پاکستان رقابت دارند. عبدالله اشرف موضوع را ادامه می‌دهد. روز یکشنبه 3 دکبر مراسمی با تنتنه افتتاحی بندر چابهار ایران بعد بازسازی آن برپا شد. اولین فاز طرح توسعه بندر تجاری بین المللی چابهار شهید بهشتی رو آغاز می کنیم. علی برکت الله. مقامات تهران امید دارند که این بندر به مهمترین پایگاه ترانزیت مال و کالا به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تبدیل می‌یابد. برای بازسازی بندر 1 میلیارد دلار مصرف شده است که از این مقدار 235 میلیونش را هندوستان تقدیم کرد. تلویزیون دولتی ایران ابراز داشته است که اکنون این بندر امکان دارد که سال تا 8.5 میلیون تن بار را انتقال دهد. ماه اکتبر هندوستان برای اولین بار توسط بندر چابهار ایران به افغانستان غله فرستاد.
استفاده بندر چابهار وابستگی کشورهای منطقه به بندرهای پاکستان را کاهش می‌دهد. قدرت ما در قدرت منطقه است، نه قدرت تک تک کشورها. در ادامه موضوع پاکستان، وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس روز 4 دکبر بازدید رسمیش از پاکستان را شروع کرد. هدف سفر توسعه همکاری‌های ضد تروریستی آمریکا با پاکستان در پس منظر انتقادهای واشنگتن از تلاش ناکافی اسلام آباد در مبارزه با تروریسم عنوان می‌شود. آمریکا ماه آگوست گفت که کمک‌های نظامی خود در حجم 255 میلیون دلار را که باید به پاکستان در امر مبارزه با جنگیان تهدید کننده به امنیت افغانستان تخصیص می‌داد باز می‌دارد. برمیگردیم به تاجیکستان. مکتب اینترنت تاجیکستان دیگر کودکان زنده یتیم را قبول نمی‌کنند. این هم در حالی است که تا چند ماه پیش این مؤسسه‌ها پر از کودکان خانواده‌های کم بساعت، مادران تنها، مهاجر کاری و حتی محبوسان بود. این گروه والدان در چند سال اخیر به تربیت اینترنت سپردن فرزندان را یگانه راه حل مشکل خود می‌دانستند و نگاه بین را به دوش دولت بر می‌کردند. تا که در نزد مادرم باشم، تا که مهر مادرم را باز زیادتر بینم، ولی شرایط نیست. والدان فریزه زایرова از هم جدا زندگی میکنند. نبود شرایط فریزه را که با برادرش زیر تربیه مادر بود به مکتب اینترنت آورد. اینجا منزل مادر فریزه در یکی از گوشه های پایتخت است. ادیماه زایرova که به میده فروشی زندگیش را پیش میبرد اقرار میکند که در چنین شرایط به وای رسیدن به آینده فرزندانش تاثیر منفی میرساند. از این خاطر پسر و دخترش را او به سرپرستی دولت داد. خونه و در نداشتم، برای همون برده موندم. شون میترسیدم در این شهر به تربیه میشه و کودک یک بیرحم میشه. گفتم میترسیدم کیره نمیفوره کودکش. یک تصمیم اخیر مقامات امیدهای این عائله کمبیزاعت را به هم زد. اکنون طبق قرار حکومت کودکان کمبیزاعت را از یتیمخانه‌ها به دیگر مکتب‌ها و یا به خانه انتقال می‌دهند. پسر مکتبخانه ادیماه را چند پیش از مکتب اینترنت راندند. این مادر میگوید بعد از این حادثه پسرش راه افتاده است و در دیگر مکتب خوندن نمی‌خواهد. آیا کمیش خوندگی امی کودک صنفی هفت شده نو بروردنش 6 ماشی دارم. خیلی شرایط من کودک کنیگه کیسم. من زمستون خونه خواهرم بود اینجا میرفتم، میسول رسیه رفتم. من خیلی جای خود زمستون ندارم. مسئولین میگویند از روی قرار حکومت درباره محدود کردن فعالیت و من بعد خاتمه دادن تحصیل در مکتب اینترنت ها، از این پس آنهایی که مثل فریزه صاحبی پدر و مادرند با وجود نبود شرایط یا نداشتن سرپرست نمیتوانند در یتیمخانه ها زندگی و تحصیل کنند. در مکتب اینترنتی شماره 1 پایتخت از 600 خواننده امسال تنها 300 نفر باقی ماند. وقتی که کودک در محیط در همون بین خوانندگان در مؤسسه‌های عمومی تحصیل میکنند، الکی اون خودش رو یک عضو طبقه جامعه می‌یابد و خوانندگانی که در مکتب اینترنت ها تحصیل میکنند البته با تمام شرایط ها مهیا هستند از طرف حکومت و دولت. ما نیز طرفدار همون هستیم که کودک باید در محیط عائله و تعلیم و تربیه فرا گرفته شود. در تاجیکستان 73 یتیمخانه فعال است. تا این وقت چون کمک دولت به عائله‌های سرفرزند و کمبیزاعت نیز کودکان را به تحصیل و تربیه به یتیمخانه ها قبول می‌کردند. محصلین یتیمخانه ها 10,000 نفر حساب شدند. بنا به آمار 3 سال پیش از این تعداد فقط 300 نفر یتیم کل حدود 3,000 نیمه یتیم و باقی بی‌سرابان و از خانواده‌های نو دارند. گزارشگرانی که مسائل مربوط به کودک را در تاجیکستان پیگیری می‌کنند می‌گویند بجز از عائله‌های کمبیزاعت، مادران تنها و خانواده‌های مهاجران مهنتی هم فرزندان خود را به یتیمخانه می‌سپارند. تحلیلگران مسائل کودک هم از یک طرف جانبداری در شرایط خانه به وای رسیدن کودک هستند، ولی از طرف دیگر بر این باورند که مسئولیت دولت را بالای هر کودک نباید صرف نظر کرد. اگر همین خیلی به دست گرفتن چند اقدام‌ها برای خاطر منفعت کودکان آنها به عائله‌های خود برگردانده شوند، این خطری زیاد شدن کودکان کارگر باز در بازارهای کشور را زیاد میکند. همچنین افزودن جنایتکاری در جامعه را زیاد میکند و حتی از احتمال دور نیست که باز طوری که 15 سال پیش در جامعه ما با بازار فحش جلب شدن کودکان نابالغ این حادثه ها هم از نو رو نزنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. منبع در تاجیکستان تنها آن شرکت‌های می‌توانند به فروش سیم کارت‌ها مشغول شوند که اجازتنامه خدمات علاقه را داشته باشند. تاکنون برای این نوع تجارت چنین اجازتنامه ضرور نبود. ضمناً شروع از 1 دکبر با قرار باز هم خدمات علاقه در حدود کشور فعالیت تمام نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها موقتاً قطع شد. تا این دم صدها مرکز دیلری عمل می‌کردند که مالکان آنها صاحبکاران خود بوده از حساب فروش سیم کارت‌ها و خدمت رسانی به شرکت‌های موبیلی روز می‌گذراندند. حال حاضر تنها 2 شرکت آشنا گروپ و اوموبایل مجوز واقع فروش سیم کارت‌ها را دارند. با گرم شدن روابط ازبکستان و قرغیزستان و انجام موسم پخته شماره لولیان تالبنده در کوچه های ولایت جلال آباد بیشتر شده است. پلیس این کشور میگوید بنابر ساده شدن عبور مرز اغلب تالبنده ها در جنوب قرغیزستان را لولی های ازبکستان تشکیل میدهند. اما در این میان لولی های محلی نیست که مشغول پیشه اجدادی خودند به مشاهده میرسند. خیرمان بقازاده با تفصیلات موضوع. پلیس جلال‌آباد عملیات بازداشت طالبنده‌ها در خیابان‌های این ولایت را شروع کرده است. میان بازداشت شده‌ها شهروندان ازبکستان زیادند. مقامات انتظامی میگویند بعد باز شدن مرز تعداد طالبنده‌ها از کشور همسایه افزایش یافته است. با گرم شدن مناسبت دو کشور گذشتن از دیدبانگاه‌ها سبکتر شد. بنابر باز شدن مرز شهروندان زیادی ازبکستان برای با همین راه پول کار کردن به اینجا میآیند. ما برای جلوگیری از استثمار نابالغان عملیات میگذرانیم. مقامات شهرداری پیشگیری موج طالبنده‌ها را از کشور همسایه غیر امکان می‌دانند. آنها میگویند یگانه کاری که از دستشان میآید در قید گذاشتن و به وطن بازپس فرستادن این طالبنده‌هاست. با قرغیزستان اکثری طالبنده‌های ازبک مخصوص به خاطر گدایی می‌روند. بعد کشودن مرز ما برای طالبندگی به آش و جلال آباد می‌آییم. این شیوه زندگی ما از نسل به نسل می‌گذرد. همچنین برای 10 روز به کشورهای دیگر روسیه و قزاقستان می‌رویم. موسم چینشی پخته در ازبکستان تمام شد. در وقت‌های خالی طالبندگی می‌کنیم. ضرر ما به هیچ کس نمی‌رسد. بیشتری طالبنده‌ها در کوچه‌های جلال‌آباد لولی‌ها می‌پوشند. اکثری آنها از ولایت اوش آمدند. آیتبک 14 ساله را در بازار شهری دستگیر کردند. 2 روز پیش او از شهر قرسو آمده بود. بعد وفات مادر 6 فرزند بی‌سرابان مانده است و با وجود سردی‌های زمستان این نوروز با پایافزال تابستان آمدم که برای سر و لباس مکتبی کمی پول کار کنم. مادرم کیها وفات کرد. پدرم بنابر بیماری گرده در خانه خواب است. ما با مادر اندر زندگی میکنیم. برای زمستان باید آرد و دیگر محصولات را خریداری کنیم. من فرزند پنجم عائله هستم. برای خرد بودنم هیچ کار نمیگیرند. بجز از به کوچه برآمدن دیگر راه نداریم. من حتی پایافزال ندارم. باز باید لباسی مکتبی بخرم. ما کوشش میکنیم که از درس خطا نمانیم. طالبنده‌ها راهی درآمد خود را در نبودی جایی کار معنی داد میکنند. در این زمان خود آنها اعتراف میکنند که گدایی پیشه آنها شده است. ما جای کار نداریم. به کوچه از نایلوجی میپرایم. این پیشه به ما از نسل به نسل میگذرد. کودکان را با خود میگیریم. درآمدی آنقدر زیاد نداریم. از 5 تا 6 هزار سوم در یک ماه. فرزندان را دیگر از کدام طریق تامین کنیم؟ تابستان به جمع‌آوری پخته میبرایم. حالا کار نیست. پلیس جلال‌آباد به هنگام عملیات در مجموع 30 طالبنده را آشکار کرده است. همه آنها به شعبه آورده در قید گذاشته شدند. و یک دختر 5 ساله توجیک بعد 10 ماه ناپدید شوی در شهر балашихе ولایت مسکو یافت شد. فرزانگی و ماه январи امسال در شهر خساویورد داغستان را بودند. مسئولین اداره امور داخلی داغستان میگویند با اتهام کودک دزدی 2 زن بازداشت شده است. در نوار بازپرسی یکی از زنان که ساکن خساویورد بود از گفت این کار را با یاری یک زن همدیه‌اش انجام داد. فرزانه را در منزل زن با نام ریتا پیدا کرده بعداً به دست والدانش سپردند. به اطلاع منبع در حال حاضر تفتیش قضیه ادامه دارد. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. اگر شما میخواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبرگزاری شوی ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر میگوییم. با خدا نگهداری هر یک شما باشد تا برنامه فردا در همین ساعت.